سلام و وقتتان بخیر. به برنامه زنان علیه آپارتاید خوش آمدید. موضوع بحث امروز ما آپارتاید جنسیتی و حقوق بین‌الملل است. مفهومی که در سالهای اخیر به یکی از مهمترین بحث‌های حقوق بشری تبدیل شده است. امروز این بحث بیش از هر جای دیگر با وضعیت زنان افغانستان پیوند خورده است. پس از بازگشت طالبان به قدرت، محدودیت‌های گسترده بر آموزش، کار، آزادی رفت آمد و حضور اجتماعی زنان این پرسش را در سطح جهانی مطرح کرده که آیا جامعه جهانی باید این وضعیت را به عنوان آپارتاید جنسیتی به رسمیت بشناسد یا خیر؟ آینده حقوق زنان در افغانستان تنها با وضعیت امروز محدود نمی شود، بلکه سرنوشت نسل‌های آینده را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. نزدیک به 5 سال است که زنان و دختران افغانستان با محدودیت‌های گسترده در زمینه آموزش، کار و حضور اجتماعی روبرو هستند و بسیاری از کارشناسان نسبت به پیامدهای دراز مدت این وضعیت هشدار می‌دهند. یکی از جدی‌ترین نگرانی‌ها تأثیر این محدودیت‌ها بر سلامت روان زنان و دختران است. گزارش‌های مختلف نشان می‌دهد که احساس ناامیدی، اضطراب، افسردگی و فشارهای روانی در میان زنان افغانستان افزایش یافته است. محرومیت از آموزش، کار و حضور در جامعه تنها حقوق زنان را محدود نمی‌کند، بلکه بر امید، انگیزه و کیفیت زندگی آنان نیز تأثیر می‌گذارد. در کنار این، بسیاری از نهادهای حقوق بشری هشدار داده‌اند که ادامه این وضعیت می‌تواند خطر ازدواج‌های اجباری و زود هنگام را نیز افزایش می‌دهد. هنگامی که دختران از آموزش و فرصت‌های رشد محروم می‌شوند، احتمال قرار گرفتن آنان در شرایط آسیب‌پذیر نیز بیشتر می‌شود. پیامد دیگری این وضعیت از دست رفتن فرصت‌های توسعه برای افغانستان است. هر کشور برای پیشرفت و حضور فعال زنان در عرصه‌های آموزش، صحت، اقتصاد و مدیریت نیاز دارد. حذف زنان از این عرصه‌ها نه تنها بر زندگی زنان، بلکه بر آینده کل جامعه تأثیر می‌گذارد. با این حال، آینده هنوز نوشته نشده است. زنان افغانستان با وجود همه محدودیت‌ها همچنان به دادخواهی، آگاهی رسانی و دفاع از حقوق خود ادامه می‌دهند. همزمان، تلاش‌های گسترده‌ای در سطح بین‌المللی برای به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان جریان دارد. بسیاری از فعالان حقوق بشر معتقدند که به رسمیت شناخته شدن آپارتاید جنسیتی می‌تواند گامی مهم برای پاسخگو ساختن عاملان تبعیض و حمایت مؤثرتر از حقوق زنان باشد. امید می‌رود که این تلاش‌ها در آینده به نتیجه برسد و زنان و دختران افغانستان بار دیگر بتوانند از حقوق اساسی خود از جمله حق آموزش، حق کار و حق مشارکت در جامعه بهره‌مند شوند، زیرا آینده پایدار و عادلانه تنها زمانی ممکن است که زنان در ساختن آن سهم برابر داشته باشند. برای بررسی این موضوع 3 مهمان گرامی با ما هستند. همیرا رضایی، فعال حقوق بشر، تهمینه سالک، رئیس نهاد Empowerment for Her و لاله عثمانی، فعال حقوق زن. مهمانان گرامی خیلی خوش آمدین. میخوایم با بانو رضایی آغاز کنیم. بانو رضایی، در برنامه‌های گذشته وقت ما با زنان صحبت می‌کردیم، بسیاری زنان به این باور بودند در 4 سال گذشته که زنان از اساسی ترین حقوقشان محروم بودند، جامعه جهانی این همه سال فقط تماشاگر وضعیتشان بوده و جز نشر چند اعلامیه کار دیگر بر زنان افغانستان انجام ندادند. چرا واکنش جامعه جهانی در برابر وضعیت زنان افغانستان در حد چند اعلامیه باقی مانده و کمتر اقدام عملی در او دیده میشه؟ تشکر بسیار زیاد خانم سادات. من فکر می‌کنم که جهان درباره زنان افغانستان فقط صحبت کرده، تا جایی هم در نظر من صحبت شده، اما حاضر شده، البته کمتر حاضر شده برای حرفایی که هزینه سیاسی واقعی بپردازه. همه میدانند آنچه امروز در افغانستان جریان داره فقط چند محدودیت ساده نیست. ما با حذف سیستماتیک زنان در زندگی عمومی روبرو هستیم. دختران از آموزش محروم شده،
زنان از کار و حضور اجتماعی کنار زده شده و حتی صدای زنان همه بر ترجیح خاموش میشه. اما با وجود این همه واکنش بسیاری از کشورهای جهان هنوز در حد ابراز نگرانی باقی مانده. من فکر می‌کنم که یک از دلایلش اینه که افغانستان برای بسیاری از دولت‌ها بیشتر یک مسئله امنیتی و سیاسیه تا یک مسئله بشری باشه. نگرانی درباره مهاجرت، تروریسم و ثبات منطقه باعث شده که حقوق زنان فضای زندگی برای بسیار از گروه‌های آسیب پذیره. من خودم به عنوان یک هزاره برای من دردناکه وقتی که گاهی درباره زنان افغانستان به شکل کلی صحبت میکنیم ولی صدای زنانی که همزمان با تبعیض قومی و مذهبی روبرو هستن کمتر شنیده میشه. به همین دلیل فکر میکنم که تا وقتی برای طالبان هزینه واقعی سیاسی و دیپلماتیک ایجاد نشوه بعید است تغییر جدی رخ دهد. طالبان تا امروز بیشتر شاهد واکنش لفظی بوده تا که اقدام واقعی باشه. ممنون بانو سالک. بانو رضایی هرچند اشاره کردن، میخوایم نظر شما را همچنان بدانم. آیا قوانین و محدودیت هایی که طالبان علیه زنان وضع کرده میتونه به تعریف حقوق آپارتاید مطابقت داشته باشه؟ البته بدون شک کار که طالبان در افغانستان بر علیه و حق زنای افغانستان میکنن این صرف یک تبعیض نیست. اونا یک سیستم نهادینه شده است که میخواین زنها را کاملا نامرئی بسازن و حذف کنن از جامعه، که البته همه ما میدانیم از درس گرفته تا کار تا صدایشان تا حق سفر، از همه بخشای به حساب زندگی و جامعه اونا رو میخوان کاملا دور کنن و این یک کلتور یا یک تبعیض صرف نیست، یک سیستم بسیار فکر شده است که میخوان زنها را بس جواب شما بله البته. بانو عثمانی، ما شاهد بودیم که زنان زیاد در برابر محدودیت های طالبان صدا بلند کردند و به دلیل همین اعتراض بازداشت شدند، شکنجه شدند. با توجه به این موارد آیا در چنین نظامی واقعا برای زنان امکان اعتراض وجود داره؟ سلام به شما و میهمانان گرامی، خانم رضایی عزیز و تهمینه جان عزیز و همه مخاطبین خوب برنامه تان. توصیه کردن برای زنان در داخل افغانستان کار ساده ای نیست برای ما که در یک جهان امن که نه غم نان داریم و نه غم جان زندگی میکنیم. برای زنانی که در داخل افغانستان زیر بیرق طالب زندگی میکنن با اون سرکوب، کشتار سیستماتیک، شکنجه و زندان، ما به اونا توصیه بکنیم که چرا و روشی را در نظر بگیرن. اما من معتقدم که زنان از 2021 از روزی که طالب وارد افغانستان شد تا روز امروز قوی ترین اپوزیسیون را بر علیه طالب تشکیل میدن. از همان روز شروع کردن به اعتراضاتشان، رفتن در خیابان و مقابل مرگ آشکار زندگیشان را، آزادیشان را فریاد زدن، مقابل لوله تفنگ ایستاد شدن و فریاد آزادی دادن. طبیعتاً که امروز روش مبارزه تغییر کرده و روش‌های زیرزمینی امروز شکل گرفته که اون هم بسیار تاثیرگذاره و بسیار هم مفیده و به نظر من برای حفظ جان خودشان هم این روش بسیار بهتره. اما من معتقدم که بله انقلاب در یک روز اتفاق میفته ولی پروسهش از سالهای طولانی، از سالهای قبل شروع شده و ما در وضعیتی که امروز قرار داریم ما در پروسه انقلاب هستیم. همین صحبتی که ما دور هم جمع شدیم و در این مورد صحبت میکنیم و به نحوی اطلاع رسانی میکنیم، میشه گفت همین یک بخشی از انقلاب است. دختری که در داخل افغانستان صفحه موبایلش را، لپتاپش را روشن میکنه و به صنف‌های آنلاین میپیونده، یک بخشی از انقلاب است. زنی که با سکوت کنار یک زن دیگه معترض ایستاد میشه، بخشی از انقلاب است. زنی که زیرزمین خانه‌اش را به عنوان کلاس درسی آماده کرده و دختران را تدریس میکنه،
همین یک بخشی از انقلاب و نوع بسیار خوبی از مقاومت است. بنابراین بله، روش مبارزه تغییر کرده نسبت به سال اول، اما همچنان ادامه داره و من معتقدم که ما امروز تمام تلاش های ما، حتی کوچکترین تلاش ما را به انقلاب نزدیکتر میکنه و همچنان زنان به عنوان قوی ترین اپوزیسیون در مقابل طالب قرار دارند. بانو رضایی، شما در نشست‌های زیاد شرکت کردین که محور بحثشان زنان افغانستان بوده و بانو سالک هم پیشتر اشاره داشتند. به نظر شما سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری تا چه اندازه تانستند که در این موضوع مؤثر عمل کنند؟ خب سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری نقش مهمی داشتند، مخصوصا در مستندسازی و زنده نگه داشتن صدای زنان افغانستان. اگر امروز جهان هنوز درباره وضعیت افغانستان صحبت میکنه، بخش بزرگی از آن نتیجه تلاش فعالان حقوق بشر، رسانه‌ها و نهادهای بین‌المللی که اجازه دادن این بحران فراموش نشود. اما که خانم سالک گفتند، زنان افغانستان، فعالان حقوق بشر تانستن که جندر اپارتاید یا کمپین جندر اپارتاید را در جای برسانه که هیچ کس از او نمیتونه بکشه خوده و میفهمن که جندر اپارتاید چی هست و باید در افغانستان چیکار شود. و این مستندسازی بسیار مهم است، چون اگر امروز حقیقت ثبت نشود، فردا هم پاسخگویی دشوار خواهد بود. گزارش هایی که درباره محرومیت زنان، بازداشت فعالان، مثلا تبعیض‌ها و خشونت‌ها منتشر شده، در آینده میتونه برای عدالت و پاسخگویی اهمیت زیاد داشته باشه. اما در عین حال باید واقع بین باشیم. سازمان ملل به تنهایی نمیتونه تغییر ایجاد کنه. این نهادها میتونه هشدار بده، گزارش منتشر کنه و فشار اخلاقی ایجاد کنه. اما اگر دولت‌ها اراده سیاسی نداشته باشه، این فشار محدود میمانه. به نظر من یکی از دستاوردهای مهمی در این سالها مطرح شدن همین مفهوم آپارتاید جنسیتی در سطح بین‌المللی بوده. زنان افغانستان توانستند بحث را وارد ادبیات جهانی کنند که امروز دیگر نمیتوان اون را نادیده گرفت. اما حالا زمانی رسیده که این بحث فقط در سطح کنفرانس و بیانیه باقی نمانه و اقدام عملی و پاسخگوی واقعی برسه. همچنین فکر میکنم که جامعه جهانی باید بیشتر به این موضوع توجه کنه که همه زنان افغانستان تجربه یکسان نداره. مثلا همونطور که پیش گفتم، زنان هزاره، زنان شیعه یا زنانی که در منطقه‌ای که هست محروم زندگی میکنه، ممکن است همزمان چندین نوع تبعیض و تهدید را تجربه کنه. اگر این تفاوت‌ها دیده نشود، بخشی از زنان دوباره در حاشیه قرار میگیره. بانو سالک، پیشتر تا حد اشاره کردین، ولی میخوایم که بیشتر بدانیم چرا تا امروز آپارتاید جنسیتی به طور رسمی مثل آپارتاید نژادی در حقوق بین‌الملل جرم‌انگاری نشده؟ واقعا یک سوال مهم است و دلایل زیاد متاسفانه وجود داره. اولش خود تاریخ حقوق بین الملل است که ما میدانیم که آپارتاید جنسیتی اصلا در واکنش به تجربه افریقای جنوبی آمده و شکل گرفته و او زمان بنا به نژاد بود و نه جنسیت. و سر مسئله جنسیت اصلا در او زمان که اگر اشتباه نکنم 1973 زیاد اصلا توجه نبود. بنان پس این یک خودش که ما میخوایم حال نژادم به حساب جنسیت هم اضافه شوه و باعث یک آپارتاید دیده شوه که نه تنها آپارتاید جنسیتی، البته که در افغانستان بنا به جنسیت است. زنها صرف به خاطر زن بودن خود از جامعه حذف شدن. پس یک دلیلش اساسیش اینمی است که بر واکنش چون به افریقای جنوبی بوده. دوم البته حساسیت سیاسی دولت هاست، چون وقتی که آپارتاید جنسیتی جرمنگاری شوه، بسیاری از دولت ها ترس زیره دارن که
این مسئله در کشورهای از اونا مطرح شود. به خاطر که البته ما یک مثال بسیار قوی از او در افغانستان و بدون شک از او که هیچ کس حالا نمیتونه از این گپ انکار کنه که در افغانستان آپارتاید جنسیتی وجود داره، اما بسیار کشورهای دیگه هم است که تا حد زنا را از حقوق اصلیشان به حساب دور کردن و محروم کردن صرف به خاطر زن بودنشان. پس بعض حکومتایی که کار میکنن اونا به علاقمند از این مسئله نیستن و بناهن نه تنها که کمک نمیکنن، کوشش میکنن که این مسئله نشه. و سومش البته قسمی که پیشتر اشاره کردم خودم پیچیدگی تعریف آپارتاید جنسیتی است. قسمی که گفتم امیال فعلا بحثی وجود داره که مثلا بعضی ها میگن خب درست است در تعریف که فعلا کمپاین جندر آپارتاید فرزن مطرح کردن اونا جامعه LGBTIQ فرزن فراموش شده. یا بعدا اگر فرزند یک میخواین یک قسم که اسمشان بردم لیزا دیویس، یکی از واقعا حقوقدانای خوب هستن که در این مورد همچنان کوشش دارن، اونا میخواین یک تعریف را از آپارتاید جنسیتی بیارن که نه تنها به حساب آپارتاید جنسیتی در او شامل باشه، اما اگر در آینده آپارتاید بخشای دیگه هم وجود داشت شوه و پیدا شوه امی همگیر باشه به حساب که اونا مثلا ذکر کردن دمو تعریف که به حساب اونا کردن درست همش جمله به جمله یادم نیست، اما یادم است که امی تمام مشکلات که کلونیالیسم به حساب خلق کرده را میخواین که اونا امی تعریف اونا در بر گرفته. پس خود از امی یک بحث از که هنوز ما به اوجه نرسیدیم که سر یک تعریف اصلا هم نظر باشیم. و سوم یا چهارم نبود اراده سیاسی کافی. چون همه ما میدانیم مالک متاسفانه حقوق بین الملل تنها فقط حقوق نیست، اونا حالا زیاد سیاسی شدن و تا زمانی که دولتمندای قدرتمند مثل چین، مثل کشورهایی که در به حساب جزء UN هستن اونا نخواین سخت است. پس ما باید یعنی راه دراز است و ما بسیار به نظر من در مدت کم بسیار پیش رفته. این بحث البته فعلا بحث میشه در حقوق، اما تمام کشورها همراه ما نیستن و امو ارادهشان اقضیات قوی نیسته به ای که اصلا این مسئله شود. اما ما ادامه میتیم همچنان و من مطمئن هستم که این کار شدنی است، چون که فراموش نکنیم که حتی نلسون مندلا به زندان چندین ها سال رفت تا که این مسئله شد. یعنی همیشه زحمت کار داره اما امکانش است. اگه کم مشخصتر اگه برش بپردازیم به جرمنگاری آپارتاید جنسیتی چی کارهای بیشتر از باید صورت بگیره مردم افغانستان به ویژه زنان انجام شود که تا به نتیجه مطلوب برسیم؟ به نظر من زنای افغانستان واقعا فوق‌العاده تا حال پیش رفتن و ادامه بدن به می کاری که میکنن. صدای خود بلند کردن، مشکلات را که برشان خلق شده در افغانستان بسیار با خوبی بیان کردن، به خاطر که ما میدانیم که تمام اخبار از خود افغانستان نمیآید توسط رسانه ها. می زنای افغانستان است که با بلند کردن صدای خود با وجود تمام محرومیت ها هنوز اینا آواز بلند میکنن و خبرها را به حساب میگن که در افغانستان چی جریان داره. این را ادامه بدن. حال بس به دست حقوقدانا است، به دست کسایی که ماهایی که در خارج هم هستیم که البته امی advocacy efforts خود ادامه بدیم و کشورهای بیشتر را همراه خود یکجا کنیم و خصوصا به نظر من همکاری بیشتر با آفریقای جنوبی داشته باشیم، چون اگه اونا را ما همراه خود داشته باشیم بسیار قوی تر میتونیم پیش بریم. البته یکی از بحث‌های دیگه هم می است که آفریقای جنوبی را فکر نمی‌کنیم، نمیدانیم که اونا اصلا علاقمند همی هستن که آپارتاید جنسیتی همچنان در حقوق بشر به حساب جرمنگاری شود یا نه، و ما باید یک بحث همراه از اونا شروع کنیم و همکاری بیشتر همراه خود آفریقای جنوبی داشته باشیم، چون اونا میتونن یک نقش بسیار مهم در این عرصه بازی کنن و کشورهایی که قسمه که گفتم که بر علیه این مسئله هستن بتانیم
زمان میگیره. اما مثل پاکستان، مثل چین، مثل روسیه، اینا همشان کشورهای هستن که راستش بگیم سنگ اندازی میکنن در این مثلا، و کشورهای اسلامی همچنان، ممالک عربی، و ما تمرکز ما تا حال زیادتر بیشتر طرف ممالک اروپایی و خود امریکا و حقوقدانا و اینا بوده که ما تا تانستیم همراه خود داشته باشیم. اما حال باید توجه بیشتر به اون کشورهایی که همراه ما هنوز نیستن هم داشته باشیم، جلسات بیشتر، بحث‌های بیشتر، و که اونا رو همراه خود داشته باشیم. بانو عثمانی، میخوایم بدانم چرا مهم است حضور زن و حذف زنان از جامعه چی پیامد برای آینده نسل جوان افغانستان داره؟ خب طبیعتاً یکی از پیامدهای حذف زنان، حذف نیمی از پیکر و جامعه، پیامد اقتصادی هست که زمانی که تو 50% از نیروی کار او جامعه را حذف میکنی، یا به نحو 50% از نیروی محرکه چرخه اقتصاد را حذف میکنی، طبیعتاً که تمام ارکانهای جامعه مخصوصاً اقتصادی فرو میریزه. و مسئله بعدی اینه که جامعه تبدیل میشه به یک جامعه تک جنسیتی، یک جامعه خشن، جامعه که به حضور زن دیگه عادت نداره. حضور زن در جامعه به عنوان یک تابو میشه، به عنوان یک به نحوی یک چیز بسیار مستثنا میشه، در حالی که باید یک چیز بسیار عادی باشه و جامعه تعادل خود را از دست میده زمانی که تبدیل بشه به یک جامعه تک جنسیتی، جامعه‌ای که و مخصوصاً با این روشی که طالبان در پیش گرفتن که تلاش میکنن تمام تریبیون ها را در جامعه به خدمت دشمنی و ستیز با زنان قرار دادن، و از اون طرف تمام افراد جامعه را تبدیل کردن به مأموران بدون مزد خودشان برای زنان. شما فکر کنین که مثلا تاکسیرانی که بدون یک زن بدون محرم را به عنوان مسافر میگیره، او در معلای عام شکنجه میشه، در معلای عام توهین و تحقیر میشه، و دفعه بعد او بر علاوه این که یک زن را بر نمیداره و او را به عنوان یعنی مسافر قبول نمیکنه، بر علاوه از او همون رقم که گفتم به دلیل تجربه بعدی که داشته در ستیز با زنان قرار میگیره. و ما یک جامعه بیسوادی داریم، جامعه عقب افتاده ای داریم که در عین حالی که مکاتب بر روی زنان و دختران دانشگاه ها و محیط های کار بسته است تا که دنیا رو ببینن، تا که آگاه بشن، تا به خاطر آگاهی دهی، در عین حال به هر ثانیه‌ای که مکاتب بسته میمانه، به همون ثانیه ما صدها همیال در افغانستان صدها مدرسه دینی و جهادی باز است که به هر ثانیه او مردان یاد میگیرن در او مدرسه ها که چطور زن ستیزی کنن، چطور خشونت را یاد میگیرن، افراطگرایی را یاد میگیرن و دشمنی با زنان را به عنوان اولویت خودشان قرار میدن. همون رقم که میبینیم که طالب در 4 سال گذشته به هیچ چیزی بیشتر از دشمنی با زنان توجه نکرده. بنابراین پیامدهای روانشناختی داره، پیامدهای اجتماعی و اقتصادیش را همون هم که گفتم، و زنان دیگه هیچ امنیتی در بیرون ندارن. ما اگر همین امروز طالب افغانستان را ترک بکنه، ما از فردا اگر کار مداوم و سخت را شروع بکنیم، سالهای زیاد نیاز داریم تا اینکه جامعه را دوباره برگردانیم به 4 سال قبل، نه به یک جامعه کاملا ایدئال و امن، بلکه به 4 سال قبل. چون که این قدرت مغزشویی اونها به حدی بوده که امروز تمام افراد اون جامعه همون رقم که گفتم در ستیز به دشمنی با زنان قرار گرفتن. بانو رضایی، کشورهایی که بانو سالک نام بردن، برخی از این کشورها تعامل سیاسی با طالبان را ادامه دادن. آیا این موضوع مبارزه حقوق زنان را تضعیف نمیکنه؟ خب تنها کشورها نیست، مثلا ما حالا میبینیم که انگلیس یک از کشورهایی است که داره با طالبان گپ میزنه، ولی در نظر من مشکلی اصلی خودی گفتگو نیه. مشکلی یکی بسیاری از این تعامل ها بدون شرط و بدون پاسخگویی انجام میشه. وقتی طالبان میبینه که با وجود محروم کردن زنان از آموزش، کار و زندگی عمومی، همچنان با آنها نشست و مذاکره صورت میگیره، خب طبیعیه که احساس کند هزینه جدی پرداخت نمیکنه. مثلا ما در سالهای گذشته بعد از خود افغانستان بارها دیدیم که هر زمان واکنش جهانی ضعیف بوده، محدودی ها بیشتر شده علیه زنان.
این نشان میده که سکوت یا برخورد محتاطانه لزوما وضعیت را بهتر نکرده. خب البته من خودم مخالف گفتگو نیستم. فکر میکنم که تعامل اگر مشروط باشه میتونه ابراز فشار باشه. مثلا اگر بازگشایی مکاتب دخترانه، حق کار کردن زنان یا آزادی فعالان مدنی به عنوان شرط مطرح شود، آن تعامل میتونه معنا داشته باشه. اما اگر تعامل فقط برای مدیریت روابط سیاسی و امنیتی باشه، در عمل به عادی سازی وضعیت کمک میکنه. برای ما بس برمیگردم به عنوان هزارها این نگرانی عمیق‌تره، چون ما فقط درباره حقوق زنان صحبت نمی کنیم، درباره جامعه صحبت می کنیم که اقلیت‌های قومی و مذهبی سالهاست با خشونت، تبعیض و حذف روبرو هستند. من فکر میکنم که جنبش حقوق زنان در افغانستان زمان قوی تر میشه که همه گروه های آسیب پذیر در آن دیده شود. اگر بعضی زنان احساس کنند که صدایشان کمتر شنیده میشه یا دردشان کمتر دیده میشه، این خودش باعث شکاف و ضعف در جنبش میشه. بانو سالک، اگر جامعه جهانی آپارتاید جنسیتی را به رسمیت بشناسه، چی پیامدهای حقوقی و سیاسی برای طالبان خواهد داشت؟ البته بسیار پیامدهای خوشایند پیامدهای بسیار گسترده خواهد داشت. مثلا از نظر حقوقی خود مشروعیت سیاست طالبا به شدت زیر سوال میره، که البته او فعلا هم است، اما قسمی که ما دیدیم یک کشور روسیه اونا را به رسمیت شناخته و ما از این میترسیم که امی عادی سازی روابط که با طالبا فعلا جریان داره متاسفانه بیشتر نشه و کشورهای زیادتر اونا را به حساب به رسمیت نشناسه. اما وقتی که آپارتاید جنسیتی به رسمیت شناخته شود، این یک کار بسیار تقریبا ناممکن خواهد شد. از او خاطر اولش یعنی یک تاثیر بسیار خوب داره. و خود فعلا اگر شما متوجه شده باشین، زیادتر وقتی که درباره افغانستان صحبت میشه، متاسفانه بسیاری از کشورها به یک زبان نگرانی در مورد حقوق زنان گپ میزنن و میگن بی غیر از وضعیت بشری و حقوق زن دیگه در افغانستان خیر خیریت است و این است و آن است. اما او وقتی که یک جرم باشه، وقتی که ای در قانون خود بین الملل به حساب باعث یک جرم به رسمیت شناخته شود که وضعیتی که در افغانستان است صرف یک مسئله نگرانی نیست، اما اصلا یک جرم است در قانون حقوق بشر، پس او وقت باید کشورها بسیار جدیتر پاسخگو باشند به کمکایی که به افغانستان به طالبان میشه، البته با جلساتی که میگیرن، با امی حتی ما متاسفانه شاید عزیزیم که فعلا بحث از این است که مهاجرین افغانستان دوباره مثلا بفرستن، اونایی که به دلایل مختلف جواب رد گرفتن و بعض کارهای غیر قانونی کردن در اینجا. فعلا یک بحث جریان داره که میخواین طالبان را مثلا به کشورهای ما دعوت کنن و یک ارتباط تکنیکال یا قسم که خود از اونا میگن امرایشان داشته باشن، همکاری. اینا همش جلوش گرفته میشه و دست ما بازتر میشه و این کشورهایی که کوشش از این دارن که به حساب روابط عادی بسازن و شاید به مرور زمان طالبان را به رسمیت بشناسن، از اینا جلوگیری میشه. و یک از اون هم یا مهم است که به حساب یک پیام بسیار واضح به جهان و به خصوصا به طالبان و هر کشوری که زن از خاطر جنسیتش یا هر کسی از خاطر جنسیتش حذف میکنن از جامعه، یک پیام بسیار قوی برشان گفته میشه که ما دیگه قبول نداریم میره و از جهان نمیگذاره که کسی به خاطر جنسیتش تبعیض شود. بانو عثمانی، شما از مبارزه زنان یاد کردید، نگه مشخص اشاره کنین حالا با وجود سرکوب و تهدید زنای افغانستان چطور در داخل و خارج کشور باید صدا بلند بکنن؟ چی کارهایی باید انجام شود؟ خب برای من بسیار سخته که من برای زنانی که امروز در زیر پرچم طالب مقاومت و مبارزه میکنن از اینجا از این نقطه‌ای که من ایستاده هستم پیام بدم. اتفاقا من از اونها الهام میگیرم و دوست دارم که از اونها بشنوم، امید رو من از چشمان اونها میگیرم. اما
اگر که بخوایم یک جمله یا یک چیز بگم این هست که ما به خیر حتما صبح دم آزادی را جشن خواهیم گرفت و تجربه خواهیم کرد. تا او زمان تلاش بکنیم که اون تاریکی مطلق، اون زندان تاریکی که طالبا برای زنان در داخل افغانستان ساخته و اون تاریکی مطلق عادت نکنیم. تلاش کنیم که این شمع امید را در این طوفان و در این تاریکی زنده نگه داریم، هم برای خود ما، هم برای اطرافیان ما، هم برای زنان و دختران دیگه که در داخل افغانستان هستند، تا ای که چشمای ما به تاریکی عادت نکنه و ادامه بدیم به امید داشتن و بخیر ما حتما روز آزادی را با هم جشن خواهیم گرفت در خود افغانستان. خیلی ممنون مهمانان گرامی، خیلی ممنون از حضورتان. وقتتان بخیر.